سلام به همه کروزر سواره ایران و تمام عزیزانی که دوست دارن موتورسیکلت‌های کروزر در ایران خریداری بکنن و از سواریش لذت ببرن. امروز در خدمت شما عزیزان هستیم برای مقایسه دو تا از بهترین و با کیفیت ترین کروزرهای ایران، BD 249 و BD راک. خب همونطور که خدمتتون گفتم برای مقایسه این دوتا موتور در خدمت شماییم. خیلیاتون براتون سوال بوده که تفاوت این دوتا موتور با هم دیگه چیه؟ باید خدمتتون عرض بکنم که هیچ گونه تفاوتی در انجین و شاسی این دوتا موتور وجود نداره و فقط در ظاهر این موتور و متریال استفاده شده ظاهری این موتور تغییراتی به وجود اومده که برای سلیقه شما عزیزان هست که هر کدوم رو دوست دارید بتونید انتخاب بکنید. خب در ابتدا خدمتتون عرض بکنم که هر دو مدل BD قابلیت کاستوم شدن فراوانی رو داره. همونطور که مشاهده میکنید اینجا یه نسخه از BD 249 کاستوم شده رو میبینید که با سلیقه شما میتونه به هر شکلی که دلتون میخواد این موتور رو کاستوم بکنید. از قسمت انجین این موتور براتون توضیح بدم. انجین قدرتمند وی شکل معروف به خورجینی 249 cc و از قدرتمندترین کروزرهای ایران هست و از تصمیم بسیار با کیفیتی در این موتورسیکلت استفاده شده که 50,000 کیلومتر گارانتی داره و از این بابت میتونید خیالتون کاملا راحت باشه. سیستم خنک کننده این موتور آب خنک هست و از دو تا فن قدرتمند بهره میبره. یه شایعه‌ای که در ایران به وجود اومده در رابطه با BD 249 اینه که میگن BD 249 تک سرنشینه، در صورتی که اگر این موتور تک سرنشین بود جاپای عقب برای نشستن سرنشین عقب وجود نداشت و براش تعبیه نشده بود. این موتور زینش به صورت اسپورت طراحی شده و یه مقدار کوچیک‌تره، اما برای رفع این مشکل میتونید از تکیه‌گاه استفاده بکنید و با خیال راحت سوار این موتور بشید. در قسمت سیستم تعلیق این موتور کمک‌های عقب زمانی که دو سرنشین سوار این موتور میشن این ایراد بعضی موقع به وجود اومده که گلگیر عقب با لاستیک برخورد داشته. شما با ریگلاژ کمک‌های عقب میتونید این مشکل رو برطرف کنید. یکی دیگه از نگرانی‌های شما موتور سوارا در رابطه با BD 249 پمپ ترمز این موتور هستش که در این قسمت قرار داره و نگران این هستید که با زمین یا با سرعتگیر یا با لب جدول بخواد برخورد بکنه. راه حل این مشکل هم این هستش که براکتی برای این قسمت طراحی شده که میتونید روی پمپ ترمز نصب بکنید و این نگرانی براتون از بین بره. در قسمت ترمزهای این موتور در چرخ جلو و عقب از ترمز دیسکی استفاده شده که از سیستم ABS بهره میبره که ترمزهای بسیار با کیفیتی دارن. در سیستم انتقال قدرت این موتور در فولی عقب سیستم اتوماتیکی طراحی شده که جلوگیری میکنه از فشارهای بیش از حدی که ممکنه به تصمیم وارد بشه و این مزیت بسیار خوبیه برای این موتور. در قسمت عقب این موتور رینگ 15 اینچی با لاستیک 150 80 15 تعبیه شده و در قسمت جلو رینگ 16 اینچی با لاستیک 120 80 16 و هر جفت رینگ ها رینگ آلومینیومی هست و در قسمت لاستیک ها جفت لاستیک ها تیوبلس هستند. از ویژگی های دیگه این موتورسیکلت در قسمت چراغ جلو استفاده از دیلایت برای نور روز و از چراغ LED برای نور شب هست. از سیستم کیلومتر دیجیتال بهره میبره و باک 15 لیتری. در قسمت جلوی موتور برای سیستم تعلیقش از کمک‌های تلسکوپی معکوس استفاده شده که بسیار قدرتمند و با کیفیت.
و اما بیدی راک، موتورسیکلتی که طراحی بسیار جذابی داره و نظر خیلی از کروزر سوارها رو به خودش جلب کرده. همونطور که گفتم هیچ گونه تفاوتی در قسمت انجین و شاسی این موتور وجود نداره. تغییراتی در ظاهر این موتور ایجاد شده که شامل طراحی رینگ ها و سایز لاستیک، طراحی گلگیر جلو، باک، زین 2 نفره و گلگیر عقب هست. در قسمت فرمان این موتور از رایزرهای بلندتری استفاده شده برای رانندگی راحت تر. تنها تغییری که در قسمت فنی این موتورسیکلت ایجاد شده در قسمت فولی عقب موتورسیکلت هست. در بیدی 249 از سیستم اتوماتیک بهره می‌برد که در این موتور این سیستم حذف شده، اما برای جلوگیری از فشارهای مضاعفی که ممکنه به تسمه ایجاد بشه، سایز فولی عقب این موتور بزرگتر شده که این امر باعث شتاب بیشتر در بیدی راک میشه. اما در سرعت نهایی بیدی 249 از بیدی راک پیشی میگیره. در قسمت پمپ ترمز عقب این موتورسیکلت براکت فلزی به صورت فابریک طراحی و نصب شده و در قسمت عقب موتورسیکلت تغییر سایز رینگ رو از سایز 15 به 16 اینچ داریم. سایز لاستیک عقب موتورسیکلت 150 80 16 هست و لاستیک جلو 130 90 16 که این امر باعث میشه که شما طول این موتورسیکلت رو بیشتر از بیدی 249 ببینید، اما در واقعیت از پیچ چرخ جلو تا پیچ چرخ عقب هیچ گونه تغییر سایزی رو نداشتیم. خب همونطور که در این ویدیو دیدید تفاوت‌های فنی و ظاهری موتورسیکلت ها رو براتون توضیح دادم. بیدی 249 از ظاهر اسپورت‌تری بهره میبره و بیدی راک از ظاهر کلاسیک. این دیگه بستگی به سلیقه شما عزیزان داره که کدوم موتورسیکلت رو برای خریدتون انتخاب کنید. و اما توصیه من به شما بیدی سوارا، ازتون خواهش میکنم که به هیچ عنوان در سیستم هواکش این موتورسیکلت ها تغییر ایجاد نکنید. دینو، انتخاب من و تو.